الحمدلله و المنه در مکتب که خوب خواندم، در مکتب عالی که خوب خواندم، با گیوگراف ای گیوگرافیا گپ میزنم، با بوتانیک از بوتانیک حرف میزنم، با زبان شناس از گراماتیک صحبت میکنم، با ادبیات شناسش درباره ادبیات، خواه مدخل ادبیات شناسی باشه خواه شاعری باشه بحث میکنم. برای که خواندم آخی با تاریخچی از تاریخ صحبت میکنم. ای گرفتمتونن که شما اهلی مسجد هستید سواد نداری خوک نمیدونه، نه در جاش میشمونمش. انا من آرزو دارم که همه تا میخیل باشه. من آرزو دارم که شخصایی که نماز میخونن از بی نمازا فرق داشته باشن، هم در اشتراک کردن در درس. چرا مرا درد میکنه؟ بعضی همین بلا و آفت‌های امروز در جامعه اومده است، به سر همه اومده است. طلبه مکتب عالی در درس اشتراک نکنه، طلبه مکتب میانه در درس اشتراک نکنه. آخه در درس که اشتراک نکردی ایسر دلت علم میگیری. در صحیح بخاری و صحیح مسلم از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده است که پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم فرمود: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجه. یعنی نمازی که با جماعت ادا میگردد نسبت نمازی تنها گذار 27 درجه فضیلتی بیشتر دارد. چرا در یک جا 25 آمد، در جای دیگر 27 ذکر شده است؟ علما شرح توضیح میدهند. بعضی ها میگویند که این از نیت نمازگزار وابسته است. او یکی نیتش خالصتر است، به خاطر خدا می آید، به خاطر ادای نماز می آید، 27 درجه فضیلت دارد. اما او کسی که در برابری به نماز اومدن با یگان مهم داره، با یگان همسایش میخواهد که همون را رد بدل کند، او 2 درجه فضیلتش کمتر می شود، 25 می شود. بعضی های دیگر که به حقیقت نزدیکتر است میفرمایند در نمازهای بامداد و نماز خفتن 27 فضیلت است، زیرا که واقعا مشکل است این نماز ادا کردنش، خاصتا با جماعت. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید کرده است: ان اثقل صلات علی المنافقین صلات العشاء و صلات الفجر. با درستی که وزنین ترین نماز از برای شخص منافق، از برای کسی که در قلبش نفاق جای دارد، نماز خفتن و نماز بامداد است. در نماز خفتن تلویزیون تماشا میکنه، بسیاری اما سریال ها را با شو میمونن. در نماز بامداد در خواب غفلت است. بعدا حضرت تاکید کرد: ولو یعلمون ما فیهما لاتوهما ولو حبوا. اگر مردم میدونستند که این نماز بامداد خفتن چی فضیلت دارد، با جماعت در یافتن این در نماز چقدر به شخص فضیلت میدهد، اگر با پا آمده نمیتونستند گوکشان خودشون به مسجد میرسوندند. کسی گوکشی را نمیفهمه، پاپلاستونسکی بسیار در ارمیا خدمت کرده میدونه همین قدر فضیلت داره. پس نمازی که یعنی نماز بامداد و خفتن که به جماعت ادا میگردد 27 درجه فضیلت دارد و 3 نماز باقی مانده پیشین، عصر و شام 25 درجه فضیلتی بیشتر دارد. بعضی های دیگر میگویند نمازهایی که با جهر ادا میگردند 27 فضیلت دارند که عبارتند از نماز بامداد، شام و خفتن. اما نمازهایی که خفیه هستند، پست خوانده میشوند، 25 درجه فضیلت دارند، یعنی نماز پیشین و نماز عصر. اما در بخاری، در صحیح بخاری من یک حدیث دیگر را دیدم، لفظی تفضلو نه اومده است، لفظی تضاعف اومده گیای، یعنی که 2 چند کرده می شود یا تضعف، بیشتر 2 برابر کرده می شود. بعضی از شارح‌ها وقتی این حدیث میارن میگن اگر ما این را 2 چند کنیم، 25 بار 2 چندی کنیم، عددش همه قدر زیاده می شود که تصور کرده نمیتونه. این اگه تصور کنه که نماز وقتی که 5 نمازی فرضی 2 چند زیاد کردن میشه 25 بار، یگان تا متماتیک باشه حساب کنه. والله اعلم به حساب تخمینی ما 33 میلیون و
554,432 ثواب می شود. همه هر برده جمع کنی مثلا 5 5 10 ثواب یکمش 10 دویمش 10 با 2 برابر جمعش کنی 20 بس ایمش 40 می شود، چهارمش 80 می شود، پنجمش 160. همه خیلی همه دبار هر عدد ضرب زدن بگیره آخر الامر 25 بارش 33,554,432 ثواب می شود که از رحمت خدا بعید نیست. این نماز هم قدر مرتبه و منزلت دارد که 33 میلیون اون طرف استد. اگر همین 33 میلیارد ثواب مونم که بتا هیچ اشکالی نداره. پس ببینه که نمازی که با جماعت خونده می شود چی فضیلت دارد، چی ثواب دارد. افسوس صد افسوس بعضی برادران را دعوت میکنه یه برادر آخه تو چی در داری، تو درس نخونی، یگانجا بند نباشی، در کار مشغول نباشی، آخه بیمار داری بیای نماز در مسجد با جماعت بخونی. میگه در همون خونه میخونمش. فرقش چیست؟ فرقش زیاد است برادری عزیز. در یک جا گوشت 18 سوم باشه و در یک جا 22 سوم، تو همون 18 سومش میرای برای 4 سوم. اینجا 33 میلیون و 555,000 ثواب خدای تعالی میداد است در عوض نمازات که با جماعت خونده میشود. تا از بحرش میگذری. ببینه تا کدام درجه را ایمانم ضعیف است، تا کدام درجه را بی اندیشه هستیم، پشت همین فکرها نمی رویم. خاصتا این نماز وقتی که در مسجد خونده می شود ما و شما مهمان خداییم، به مهمانی خدا به خانه خدا آمده ایم و مهمان بر مهماندار واجب است، بر میزبان واجب است که مهمانداری و ضیافت کند. در صحیحین اومده است، بخاری و مسلم روایت میکنند از حضرت ابو هریره رضی الله عنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود من غدا الى المسجد او راح اعد الله له نزلا فی الجنه کل ما غدا او راح. هر کسی که صبح یا شام یا که در همین نمازهای پنجگانه به مسجد می آید، به هر بارش که به مسجد می آید خدای تعالی در جنت براش یک ضیافت خاصه تشکیل میکنه، یک تشکیلی بانکتی کلان میکنه. میگه یار رفیقات دعوت که مهمانی من هستی شما. اینا که در یک شبانه روز شخصی که 5 بار مسجد می آید در جنت المأوا خدای تعالی هر روز برای این بنده 5 ضیافت تشکیل میکنه. سبحان الله. اگر ضیافت اندک ضیافتی سربتر باشه در همین دنیا تا یک هفته را تعریف میکنه باشه ای تمام نوش نعمت بود. اگه تصور کنه که ضیافت خدا چی رنگ باشه، این خدای بی نیاز، این خدای بزرگ چرا ما و شما را ضیافت میداده باشه، قسم به خدا در عقل من نمیگنجه. این شما گمان نکنه که همه انگوری پوچاله را میگیرن میورن در پیش تو میمونن. انگور که گفتن یا انار که گفتن اما اناری نیم پخته و نیم خام میورن. این وقتی که خدای تعالی میگه که جنت انگور دارد، انار دارد، سیب دارد، خرما دارد، تقدیرا میگه خاله رو مایه بدی خالو شدی، این به تقدیر آمد است ار او بدی. اگر خاله که مایه میداشت او را تقوی میگفتن، خالش نمیگفتن. تقدیرا میگیم که بچه اگر همین خاله ما مردک میشید تقوی میشید، تقگی میکرد، چریز ما میکرد در مکتب عالی داخل میشیدیم یا در یک جای کاری خوب میگرفتند ما. این تقدیرا است. اما میوه ها را وقتی که وصف صفت چو میآید تقدیرا است. زیرا ما هم انار را خوردیم، انگور را خوردیم، میدونیم که شیرین است. آخه میوه جنت وقتی که ما دیدگی نیستیم برای ما را چخیل وصفش کنن، چیزی را ما با چشمونه دیدیم چخیل را برای ما وصف میکنن. از همون خاطر تقدیرا خداوند گفت که در اوجا انار است، انجیر است، انگور است. پس ما و شما باید همت مون وسیع بگیریم که خدای تعالی ضیافت‌های برای ما تشکیل میکنه که در این دنیا ما تصورش نداریم، تصور کردن نمیتونیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید، حدیث امام مسلم در صحیحش روایت میکند از ابو هریره رضی الله عنه که حضرت رسول الله فرمود
من تطهر فی بیته ثم مشى الى بیت من بیوت الله لیقضی فریضة من فرائض الله كانت خطوته احداهما تحط خطیئه والاخرى ترفع الدرجه. هر کسی که در خانهش طهارت میکنه یا غسل میکند، انشاءالله من باور دارم که اکثریت شما بعد غسل آمده اید، زیرا غسل روز جمعه سنتی پیشوای ما محمد صلی الله علیه و سلم است. بعد غسل یا طهارت شخص راه خانه خدا را پیش میگیرد، به خانه خدا تشریف میارد. در عوض هر قدمی که این شخص طی میکند و میزند، خداوند امر میکند به هر قدم اولش، به هر قدم تاقش یک گناه و خطاش محو میکنن، به هر قدم جفتش چطنی و نچطنی میگن، به هر قدم جفتش خداوند درجه و منزله چه در جنت یک درجه بولو میکنن، یک درجه بولو میکنن. اگه تصور کنی اگر 100 قدم بزنی، این 100 قدم همه همسایه های مسجد میزنن، نباشه 100 قدم چی است؟ 100 قدمش 50 متر میشه به یک قدم وای ما. 100 قدم بزنی 50 گناهت محو می شود، 50 درجه فضل ثوابی بیشتر بگیری. او خشو به حال کسایی که 1 کیلومتر می آیند 2000 قدم می زنن. اینا انشاءالله اگر همین کارشون ادامه بتن، دیگر نامه اعمالشون هم سفید تازه و آزاده می شود که یگان گناه و کمبودی در او باقی نمیمونه. اگر اینقدر گناههای ما را محو کنن، به شرط ما ثبات داشته باشیم، به خاطر خدا به مسجد بیاییم. از این بالاتر ملائکه ها در مسجد به حد جمع می شوند که وقتی قناتاشون بالای هم دیگر میگذارن تا با آسمان دنیا را میرسن. تصور میکنی؟ آسمان دنیا را ولی علم کشف نکرده است که مسافهش چقدر باشد، اما نزد خدا معلوم است، همش یک مقدار داره، همش مقدر است، معین است، در چارچوبه ها داخل است، حد دارد به خود. انا تا همه آسمان دنیا را ملائکه جمع می شود. با فکرم که انسانیت خیلی عدد نداره که دیگر تو به آخر اجزا بشکنه. و اجر ثواب گوش دادن امر معروف، و اجر ثواب نشستن در مسجد، و اجر ثواب طاعت عبادتی که میکنن به صاحبان اون مسجد، به شخصانی که در نماز شرکت میکنن میبخشن و در حقش دعا میکنن. ان الملائکه تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذی صلی فیه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم ارحم. حدیث متفق علیه است، بخاری و مسلم روایت کرده است. یعنی صحیح ترین قول ها را من برای شما گفته استم که حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم او شما را بشارت داد، فرمود به درستی که ملائکه بر هر یکی شما صلوات میفرستد، صلوات میفرستد، دعا میکنه در حقتون تا زمانی که در نماز ایستاده اید رو به سوی قبله، اومدی نماز تحیه مسجد خوندی، بعد مثلا روز جمعه نشستی رو به سوی قبله به خاطر شنیدن قال الله و قال رسول الله، به خاطر آنکه بعد موعظه نماز جمعه را ادا کنم، ملائکه در حق دعا میکنن اللهم اغفر له، خداوند همین بنده ها که عاجز تر مغفرت کن، گناهکاش ببخش، اللهم ارحمه، خداوند رحمتش کن، رحمتش کن که عاجز است، قدرت نداره، ناتوان است، ترسوی، ناکسی، رحمتش کن، تو بزرگی، تو مهربانی، تو غفاری، تو ستاری. گناه های اندکی که از او واقع می شود پروردگار را به محض رحمت نامتناهی آمرزیده گردان. این از فضل، این از ثواب، این از بزرگی که در نماز خدای تعالی برای شخص میدهد. یکی از شاگردان حضرت امام ابو یوسف نزد امام محمد هم شاگردی کرد است شخص، محمد ابن سماعه رحمه الله روایت میکند یک روز میگوید نماز جماعتم ترک شد. شخصی که 40 سال
تکبیر اول ترک نکرده بود. 40 سال تکبیر اول هیچ نماز ترک نکرده است. ما و شما در بیرون میلقیم یکم رکعت قریب تمام میشه با میایم به امام اقتدا میکنیم. این شخص مدت 40 سال تکبیر اول هیچ نماز جماعت را ترک نکرده بود است. یک روز میگه به عذر نماز جماعتم ترک شد. از بس که حدیث خونده بودم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است نمازی با جماعت 25 درجه فضیلت بیشتر دارد. همون نماز 25 بار خواندم میگه که شاید خدای تعالی همون فضیلت ثواب برای من بده، اما نمیتونم. چرا؟ زیرا که نمازی اولی که ادا کرده است فرض بود، از بس که در وقتش به جماعت ادا نشد او از 25 فضیلت محروم شده است. او باقی مونده نمازهای میخونه همش نفل هستند، از کجا بده؟ میگه گمان کردم که انشالله اگه فضیلت 25 ثواب دریافتم. شب خواب بودم، میگه در خوابم شخصی گفت هیهات هیهات او ثوابت دیگه در نمیابی. از کجا در بیابی؟ بالفرض 25 ثواب خدای تعالی داد، در عوض هر یک نمازی خوندت یک ثواب داد، اما دعای ملائکه ها را تا از کجا در بیابی؟ اون ملائکه ها که در نماز جماعت در مسجد در حق نمازگزاران میخوندن، تو را از کجا پیدا کنی؟ ملائکه معصوم وقتی که در حق یک بنده مسلمان یک بنده خدا دعا کنند. سبحان الله. این است برادرای عزیز فضل و ثواب نماز جماعت که برای ما بسیار و بسیار مهم است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود لو یعلم الناس ما فی النداء و الصف الاول ثم لم یجدوا الا ان یستهموا علیه لاستهموا. اگر مسلمان ها میدانستند که در بر وقت آمدن به مسجد، صدای اذان در مسجد گوش کردن و صف اول اشغال کرده و نماز خواندن چقدر فضیلت ثواب است، اگر بالفرض برای صف اول احتیاج به قرعه پرتافتن میشد قرعه میپرتافتند، اما صف اول اشغال میکردن. قرعه را میدونی نه؟ هیچ حجت به چیزش نیست، قرعه پرتایی. همه اگر احتیاج به قرعه میشد قرعه میپرداختن، خشونه نامنویس میکردن که همه صف یکم در کی میرسیده باشد. همون قدر آدم یک باره در یک ساعت میآید اگر مردم میدونستن. ولو یعلمون ما فی التهجیر لاستبقوا الیه. اگر مردم میدونستن که در ثواب نماز پیشین تهجیر، در نماز پیشین و در نماز عصر چقدر فضیلت ثواب است، بر وقت آمدن و نماز دستگیر کردن تکبیر اول دریافتن، به همدیگر مسابقه میکردن، تازان از همدیگر پیشتر تخته می اومدن که ثواب بیشتر ما بگیریم. لاستبقوا الیه، مسابقه میکردن. ولو یعلمون ما فی العتمه و الصبح لاتوهما ولو حبوا. اگر مردم میدونستند که در نماز خفتن و در نماز بامداد در مسجد دریافته و به جماعت نماز خواندن چقدر فضیلت ثواب است، حتما می اومدن شرکت میکردن، اگر چند پپلستونز کرم که باشد. حدیث متفق علیه است. بخاری و مسلم از راوی امت ابو هریره رضی الله عنه حدیث روایت کردند. سبحان الله سبحان الله. حضرت عثمان روایت میکند، حدیث امام مسلم است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من صلی العشاء فی جماعه فکأنما قام نصف اللیل. هر کس نماز خفتن به جماعت میخواند از روی ثواب برابر است با آنکه نیم شب به عبادت خدا قایم داشته باشد. در رمضان الحمدلله نماز خفتن ما مسجد پر بود، اگر چنده که از همه دیرتر ما سر میکردیم. در هیچ جا با فکرم در ساعت نهانی نماز نمیخوندن غیری مسجدی ما. و میدونم که در تاجیکستان خیلی مسجد نبود که ساعت نهانی نماز شروع کنن به خاطر امر معروف، اما مسجد پر بود. متاسفانه ماه شریف رمضان رفت است، یک ده نماز خفتن آمدیم در مسجد قزاقان خوندیم، یک صف پر نمیشود، همین یک صف تا آخر پر نمیشود. مردم
این نماز خفتن فریضه الهی است، فرق نداره که تو در رمضان هستی در غیر رمضان هستی. آخی خدا جانی تو را مست کند که تو مسئولی. ایرا سنت معکده میگن اما حکم واجب دارد، گناهکار میشه و کسی که ترکش میکنه به عذر. کجا شده نماز خوانا؟ چی در تو رسیده است؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که اگر مردم ثوابی بامداد و ثوابی خفتن نمیدونستن، اگر پا نمیداشتن فلج باشن، اگر شکم ولقشون میان به مسجد میرسونن، شما را الحمدلله خداوند پای رسا داده است، چرا نمیایید؟ پیغمبر میگه هر کسی اگر نمازی خفتن به جماعت خواند گویا نیم شب به عبادت خدا قایم میدارد. چی درد رسید است نمیاییم که ثوابی عبادتی نیم شب دسترس کنیم، هم فرض ما ادا شود هم اینقدر ثواب بگیریم. و من صلى الصبح فی جماعه فکأنما صلى لیل کله. هر کسی که نمازی بامداد به جماعت در بیابد از روی ثواب چنان است که تمام شب تا صبح عبادت کرده است. بفهمه؟ این خیلی امتیازا مومیت پروردگار. نمازی که در ذمه فرض است، قرض است. نمازی که در ذمه واجب است به جماعت بیاییم در مسجد بخوانیمش. با در بدل خدای تعالی برای آن که ما را ترغیب و تشویق به نماز کنه اینقدر ثواب مومیت. بامداد اومدی در مسجد خواندی، تو گویا تمام شب تا صبح در عبادت خدا بودی، عبادت خدا را انجام دادی. سبحان الله. درهای جنت وا بود امروز، از بی‌دماغی گفتیم فردا. خدای تعالی درهای جنت برای ما باز کرده است، از روی بیخشی و تنبلیمو به فرد و دیگر موقوفش میگذاریم. آیا در عهد پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حالت بود که هر چیز بهانه کرده و مردم به مسجد نیاین؟ و ما تقلیدی با کی میکنیم؟ این عادت از کجا یاد گرفتیم؟ یک شخصی ضریر نابینا نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد. حدیث امام مسلم است. گفت یا رسول الله انه لیس لی قائد یقودنی الی المسجد. ای حبیبی خدا، گفت من یگان عصاکشی ندارم که از دستم گیرد به مسجدم برد. خودم به تنهایی عذاب میکشم، راه ناهموار است، راه دور است تا مسجد، بنا هستم. آیا اجازه هست که من نماز در خانم خوانم؟ حضرت صلی الله علیه و سلم چشماش دید نابینا، خیلی عذر دارد، اجازتش داد. اما به هر وجه صورت این شخص صحابی پیغمبر است. شارح‌ها میگن که این شخص ابن ام مکتوم بود رضی الله عنه، صحابی بزرگ پیغمبر. حضرت به جانش ترحم کرد که چرا آخه ابن ام مکتوم من اجازه دادم از این قدر ثوابا محروم میشود. وقتی که قفا گشت میرفت گفت یا ابن ام مکتوم هل تسمع النداء بالصلاه؟ ای پسر مکتوم، گفت آواز اذان میشنوی تو؟ اذانی که برای نماز داده میشود. گفت بله یا رسول الله. حضرت گفت فعجیب، اذن عجیب، در اون صورت اجابت کن. گفت حق نداری، ترک کردن نمیتونی نماز، بیا. گفت چرا این کار کرد پیغمبر؟ همین پیغمبری مهربان و نازنینه که میگه که بر حیوانهای بی زبان ترحم کنی، نزنی در روشون، نزنی، آب طعامشون در وقتش حاضر کنی. اینقدر غمخوار بود، اینقدر مهربان بود. خداوند رحمت عالمیان گفت استش. چرا به ابن ام مکتوم اجازت نداد که در یک گوشه که خونش بشیند؟ شخصی که نابینا است، معذور است، خداوند او را معاف کرده است، چرا نگذاشتش که در خانه نماز بخواند؟ گفت مادام که آواز اذان را میشنوی به مسجد بیا، زیرا میخواست که در فضیلت ثواب ابن ام مکتوم از دیگر صحابه های بزرگ پیغمبر قفا نباشد. ما هم وقتی که درباره نماز جماعت حرف میزنیم، وقتی که شما را تشویق ترغیب به نماز جماعت میکنیم، مقصد و قسم به خدا همی است که در اجر ثواب از دیگر مسلمانان کم نباشید. ساعت ندامت بر اهل جنت هم هست، حالت ندامت اهل جنت هم فرا میگیرد.
اهل جنت بر همون ساعت ندامت میخورند و پشیمانی میخورند که ذکر خدا را کم کردن یا نکردن. میبینن که بعضی برادرها خیلی فضیلت چون بالاتر بدست به حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم نزدیکتر هستند. هر روز و هر ساعت حضرت میبینن، از صحبتش مشرف میشوند، بعد پشیمان میشوند. ای کاش که همون ساعتها را بیهوده نمیگذراندم. ای کاش که همون نمازی که در کلام فرض بود میرفتم در مسجد میخوندم، در خانه خدا ادا میکردم. زیرا این ثوابی هست که عقل انسان این را فرا گرفته نمیتونه. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما شاه مفسران قرآن از رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکند. حضرت فرمود اتانی ربی فی احسن صوره. خداوند میگه آمد در نیکوترین صورت، خداوند دیدم به نیکوترین صورت. و حضرت عبدالله ابن عباس شرح میده احسبه فی المنام، من حساب میکنم، من گمان میکنم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خواب دیده است. در بیداری خداوند دیده نمیتونیم به این چشم، در خواب دیده است حضرت. فقال یا محمد صلی الله علیه و سلم، خوشا به حال کسی که خدا نامش بگیرد. یا الله، خوشا به حالش. یک رئیس نام یک کس بگیره قدر خرسند میشه. او در مجلس رئیس ذکری ما را کرده، نام ما را گرفت. خوشا به حال او بنده ای که خدا نامش بگیره. البته که خوشبخترین بنده های خدا محمد صلی الله علیه و سلم است که خداوند در قرآن محمد رسول الله گفته است. محمد که رسول خدا است. همین خواب دام حضرت دید خداوند آمد نزدش گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم فیما یختصم الملأ الاعلی. سوالش کرد حبیبی خدشه، بنده خدشه، پیغمبری خدا را سوال کرد فیما یختصم الملأ الاعلی. گفت ای حبیبی من، تو میدانی که ملائکه های 7 آسمان در کدام موضوع با هم بحث میکنن؟ ما هم دویم بحث داریم نه؟ هم یکم واقعه شد در سرش هر کس فکری خچه گفتن میگیرم، بعد دروغی بسیار و فتنه بسیار ارالش میکنیم. ملائکه ها که دروغ و فتنه نمیگن، اما هر کس گمانی خچه میگه. در چی مسئله بحث میکنن با هم دیگر؟ حضرت میگه در جواب گفتم ربی لا ادری، پروردگار من نمیدونم، از کجا بدونم؟ علم همه نزدیکه است. اون ملائکه ها در آسمان باشن، من در زمین باشم، از کجا میدونم؟ فوضع یده بین کتفی حتی وجدت بردها بین ثدیی. حضرت میگه خداوند بزرگ و متعال یدی خیش را، یدی رحمت و مغفرت علم دانش خیش را در پشتم گذاشت، حتی سردی و خنکیش لذت در پیش سینه میگه احساس کردم. باز میگه وقتی میگه که خدای تعالی علم که در بطنم انداخت، در قلبم انداخت، فعلمت ما بین المغرب و المشرق، دیگه هر علمی که در مغرب و مشرق بود همش برام آشکار شد. خداوند پرده را که گرفت از همه چیز واقف شدم. آسمان را نگاه میکنم، ذکر ملائکه ها را میشنوم، خیلی با هم دیگر بحث کرده زنگ شنیده استم. باز گفت یا محمد صلی الله علیه و سلم. حضرت میگه با آدابانه در جوابش گفتم لبیک و سعدیک، گوشم به ته است، دل جانم توسط به سوی ته است، با دل جان فرمان تو را میپذیرم. ای پروردگار بزرگ چی فرمایش داری؟ همون باری اولم لبیک و سعدیک گفته بود. باز میگه سوالش تکرار کرد فیما یختصم الملأ الاعلی. ملأ اعلی 7 ملائکه های 7 طبقه آسمان در چی موضوعی با هم دیگر بحث دارن مباحثه کرده استیم. اگه میگه دیگه برام آشکار است، گوش کرده استماخی گوش کرده. میگه گفتم فی درجات و الکفارات و نقل الاقدام الى الجمعات و اسباغ الوضوء فی المکروهات و انتظار صلات بعد الصلاه. ای پروردگار بزرگ میگه گفتم ملائکه ها در موضوع درجات و کفاراتی که هست بحث میکنن. یعنی به بندگانی که به خانه تو میآیند تشریف آورده تو چقدر درجه و فضیلت میدهی،
چقدر گناه های اینا را کفارت میبخشی، میآمرزی. یعنی همون نماز جماعت کفارت چی مقدار از گناهان اینا میکنید، در همین موضوع بحث دارن. فی نقل الاقدام الى الجمعات، در قدم برداشته و قدم زدن بندگان صالح به سوی نماز جمعه و نمازهای جماعت بحث دارن که خداوند چقدر ثواب شما داده باشه. یک تاش میگه که 10 تا، یک نفرش میگه نه باید زیادتر بده 50 تا، یک تا دیگرش میگه نه 100 تا، یک تا دیگرش میگه شاید 700 تا باشه آخر روز جمعه است. یکی دیگرش هم حسابی ما را میکنه میگه 33 میلیون و 555 هزار ثواب شما میده. در همین موضوع بحث کرده سیم با هم دیگر. و اسباغ الوضوء فی المکروهات و فی روایت علی المکروهات، ملائکه ها در موضوع آن که وقتی که شخص مسلمان طهارت کامل میکنه، طهارت پره و خشرو میکنه، بعداً به مسجد میآید، اگر چند هوا سرد است یا اگر چند که انسان بخشای تنبلای، با وجود این طهارت کامل و خشرو میکند، خداوند در بدل چقدر ثوابش میداده باشد. نوزکش وقتی که نو سپر تفت، آیا طهارت پره میکرده باشه یا نه؟ آیا فقط به همین شستن دهن اکتفا میکنه یا که وضو میگیره؟ سبحان الله، اگر ببینه که طهارت ما کامل باشد، اسباغ الوضوء گفت از پیغمبر، طهارت کامل پره، ملائکه ها حتی بحث میگردن که سبحان الله این بنده به خاطر خدا، به خاطر عبادت خدا چه ششته است، آیا خداوند در عوض به این بنده چی مقدار ثواب میداده باشد؟ در همین موضوع بحث دارن. میگه و انتظار الصلاه بعد الصلاه، ملائکه ها بحث میکنن که یک مسجد آدم شیشته است منتظر نماز ایستادگیان، انتظار میکشن در مسجد، در بدل خدای تعالی به اینا چی میداده باشد؟ برای ملائکه ها را معلوم نیست. همین خاطر بحث میکنن، هر کس زعمی خودش میگه، هر کس فکری خودش بیان میکند. سبحان الله. بعدا حضرت صلی الله علیه و سلم دوام داد: و من یحافظ علیهن عاش بخیر و مات بخیر و کان من ذنوبه کیوم ولدته امه. هر کسی گفت این 5 نماز محافظت میکند، در وقتش میخواند، با جماعت مستحبه ادا میکند، در خانه خدا همچون مهمان خدا آمده تشریف آورده و نماز میخواند، این شخص به خیر زندگی میکند، مسلمانوار زندگی میکند. و مات بخیر، وعده حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم است که چیزی گفت است جامعه اول پوشیده است. مات بخیر، انشالله مؤمن از دنیا می رود، بسیار دولتی بزرگ است و گناهاش آمرزیده می شود، مثل طفلکی که نو از مادر تولد شده باشد. سبحان الله. این فضل، این ثواب، این بزرگی. برای چی؟ برای نماز جماعت. همه پندایی که ما برای شما گفتیم برادرای عزیز در گوشتان حلقه کنید، مبادا که بعد فراموش شود. در قطار او کسایی باشیم که خداوند نهی کرد مسلمانان را: ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا و هم لا یسمعون. از او کسانی نباشید که میگویند شنیدیم، در صورتی که نشنیدین خاک نشنیدین. از این گوش در اومد، این گوش برمد بر رفت. زیرا که ما بعضی خبرها میشنویم، بعضی برادرها به یگان عذر، به یگان سبب در نمازهای جماعتی 5 وقته نیستند. جمعه هم میآیند میگن، حتی یک مکتوب هم آمده بود که در مسجد شما داملا نمازخانه‌ای هستند که در یک هفته یک نماز میخونند، نماز جمعه. سبحان الله. 5 وقت نماز فرضی را وقتی ترک کردی، از این نماز جمعه دیگه چی فایده و منفعت میبری؟ برای همین از نماز زمره کسایی نباشه که با یک گوش داخل شود و از گوش دیگر خارج شود. پند پذیر باشه. پند در صورت فایده داره که ما او را قبول کنیم، هضم کنیم، بالاش اندیشه کنیم. اگر همین کار نکردیم وای به حالمون، فراموش می شود و می رود. با مسجد می بروی میگن که چی موضوع بود، نمیدونم چی موضوع بود، خاطرم نیست، اینه که خیلی کیف کردیم، خیلی لذت بودیم. خدا بگیره کیف و لذت. وقتی که از نصیحت، از پند عبرت نگیری، چی فایده و چی منفعت است؟
حضرت مولوی قصه میکنم، مولوی روم. بسیار بسیار یک حکایه عجیب و غریب است. اکثریت اهل این مسجد نشنیدنش، از همون خاطر ذکرش میکنم، اگر چنده که در بعضی موضوع ها ایرا بیانم کرده بودم. حضرت میگوید آن یک مرغ گرفت از مکر دام، مرغ او را گفت ای خواجه همام. یک شخص تور میمونه، در تورش یک پرنده میافته، همون پرنده ها که بیچاره را اسیر میکنه که نیت خوردنش داشته است. حضرت خدای تعالی مرغ به زبان میآید، از مرغای سخنگو بوده است. این تمثیل است برای ما شما، تمثیل. مرغ گفت ای خواجه تو بسا گاوان میشان خورده ای، تو بسا اشتر به قربان کرده ای، تو نگشتی سیر زانها در زمان، هم نگردی سیر از اجزای من. ای مردکی خوب گویا فکر که در طول حیاتت ایقا گاویت خورده ای، ایقا گوسپند بزیت خورده ای، شترها خورده ای، حاضر اگر بپرسیمت میگه که شکمم بوی طعام نبورده است، هیچ خوک نخوردم. از این قدر شتر و گو سیر نکردی، ای همین 10 گرم گوشتی من سیر میکنی. هیل مرا تا که 3 پندت بردیم، تا بدانی زیرکم یا ابلهم. از او دا گفت مرا سرتی 3 نصیحتت میکنم، انشالله فایده و منفعت میبینی. اولی آن پند هم بر دستی تو، ثانیش بر بام کهگل بستی تو. برای آن که دل دور نروه که همین مرغک فند میکنه، نصیحت یکمه در بالای کف دستت میکنم، اگر معقول شد سرمتی. نصیحت دیمه در بالای بامت، در بام کهگلیت. وان 3 پند دهم من بر درخت، تا از این 3 پند گردی نیک بخت. بعد پند 3 وقتی که از خانه برو اومدم بالای درخت شیشتم، بعد میتونم آنچه بر دست است این است آن سخن، که محال رازی کس باور مکن. نصیحت اول، اگر کسی یک سخن محال گفت باور نکن، بشنوه که قبول نکن. اگر یک پنی که انداخت باور نکن. اگر گفت بالفرض که تو ولی جوان هستی، بگرد بخر بچر بگرد، چی جان تقم میتی؟ اون سفید کشیدی پنسیونر شدی با مسجد میرای نمازا را به جماعت میخونی، باور نکن که محال است. زیرا عجل برای هر کس مقدر است از جانب خدا. عجل به پیری و جوانی کار نداره. اگر کسی گفت که برادر آخه چون میکنی این پول رسخات کرده برای مسجد صدقه جاریه، گفته 3 کندیسیونر آورده زده، ای او دا یک کندیسیونرش برده اوغلت بچسبون، همون گاوتم راحت میکنه سلقینه که خشرو. یا که مثلا برده خونه گودکو باید تاکی دیگه شب بچسبون، شبا که نداره کابینت کاری داری یا تا دیگه شب بر خونه گودکات بچسبون. بشنو باور نکن. زیرا زکات فریضه الهیه، زیرا صدقه جاریه آن همون پولی هست که برای آخرتت میفرستی، او حتما به تو میرسه. این پولات ممکن استفاده بری، ممکن نبری، او را حتما استفاده میبری. یک روز و 2 روز نه، جاویدانه استفادهش میبری. پس شنیدی باور نکن. بسیار نصیحتی خوبش گفت، آخی سرش داد بر کفش چون گفت اول پند زفت، گشت آزاد و بران دیوار رفت. پری سری دیوار برمد، گفت دیگر برگذشته غم مخور، چون زی تو بگذشت زان حسرت نبر. نصیحت دیم گفت اگه بگذشته صلوات فکر گذشته را دیگه نکن. نگو که سبحان الله یک وقت زمین $200 میفروختن، هر یک سوتیخش اگر میخریدم موزی در $20,000 میفروختمش، بر رفته که دیگه. نگو که سبحان الله اگر فلان کارا میکردم امروز اینقدر فایده و منفعت میگرفتم. همون چیز در روزی تو نبود، از چی غم میخوری؟ از غم خوردن ایت فایده و منفعت نیست. نگو که همسایم 5 سال پیش بچه ما زده بود در معرکش نمیرم، خدا جان تماس کنه، او زد بر جان خودش جور کرد، تو ببخشش ثواب تا بگی، بگذشته صلوات دیگه فکر نکنی طرف شه. بعد از آن گفتش که در جسمم کتیم، 10 درم سنگ است 1 در یتیم، دولتی تو بخت فرزندانی تو، بود آن گوهر به حق جانی تو. بعد گفت مردکی ساده ای
اگه پرید از بالای درخت برآمد است. اگر تو مرا میکشتی شکم چاک میکردی، در درون معدم یک جغلدان بگیم که معده چی دوره بیچاره گندش، در درون جغلدان یک دری، یک بریلیانت 30 گرمه بود، میگرفتی کیف کرده میخوردی میگشتی، با فرزندات هم میراث میموند، راحت میکردی. فوت کردی در که روزیت نبود که نباشد مثل آن در در وجود، او خیل بریلیانتی کلون در دنیا نیسته، هیچ کیف میکردی. افسوس که از دست رفت، رزق روزیت نبود است. آنچنان که وقتی زادن حامله ناله سازد، خواجه شد در غلغله. مثل که زن حامله وقتی تولد کردن دو دوایش میبرویه، خاصتا اگر نو تولد کنه و عصرش میبرویه. اگر در رودان کسی که انا به خاطر زنش رفته باشد در وقتی همون بلشکی تولد فرزند میدونه که چخیل داد و فیغان بلند میشوه. این بیچاره خواجه وقتی فهمید که 30 گرم بریلیان به دست، دیگه داد و وایش برود، های دریغ از دست دادم. گفته داد و وای برداشت. مرغ گفتش نه نصیحت کردمت که مبادا برگذشته دیغمت. گفت خانه در بلندی که اوه هازی من نصیحتت نکردم چند سکون پیشتر که چیزی که گرفت دیگه غم نخو، چون زی تو بگذشت چون غم میخوری، یا نکردی فهم پندم یا کری. وان دیگر پندت بگفتم که زلال، هیچ تو باور مکن قولی محال. 1 دقیقه پیشتر نصیحتت کردم که مردک خوب، اگر چیزی محالت گفتن قبول نکن. من نیم خود 3 درم سنگ ای اسد، 10 درم سنگ اندرونم چون بود. آخه خدا جالی ترا مست کنه که من خودم 10 گرم وزن دارم، آخه او 30 گرم بریلیان در شکمی ما چخیل میکنجا، تو هیچ عقل فراسه داری؟ خواجه باز آمد بخیش، گفتا که هین بازگو آن پند خوبی آخرین. به عقل این در سرش زد که اوه حقیقتا احمق بود است. مایلش گوام نصیحتی سیم تم وعده کرده بودی اکمورم بته. ایدتش بسیار خوب بسیار خوش. گفت آره خوش عمل کردی بدان تا بگویم پندی سالیس رایگان. اگه با اون تشغل بسیار عمل کردی، با این سیمش عمل میکنی که سیم شبو برات بگم. پند دادن بر جهول خوابناک، تخم افکندن بود بر شور خاک. بر آدم جاهله که خوابای وقتی نصیحت هیچ اعتبار نمیته، یا میشینه و میره و یکون فایده و منفعت از نصیحت حاصل نمیکند. حکمی او حکمی اون پرتافتن بذر است، تخم در شور خاک که تخمی پرتافتگی ضایع میشه و خلاص، از او دیگه یگان چی طمع کرده نمیتونی. نکنه که خدای تعالی با او شما را از زمره همون جهولای خوابناک بگردونه که پند نصیحت بشنویم موافقی و عمل نکنیم. الحمدلله و المنه این مسجد است. من میدونم خاصتا جوانایی که نزدیک میشینن در خانقاه هستن، بر وقت میآین جا اشغال میکنن، اینو از اون جهولای خوابناک نیستن. با شما نگاه کنه که صحبت کردن چقدر سبکه. 1 ساعت در نماز جمعه صحبت میکنی، یگان ذره احساسی ماندگی نمیکنی، مونده نمیشه. برای چی؟ برای که گوش میکنن. معرکه خدا نگه داره. در معرکه آدمای ارلش بسیار اناخی میآین، بعضیش بعد مجبور میشوی سخنای قبیح بگوی تا اینکه آرام شود. از همین خاطر انشالله این فضای مسجد دیگر است، تأثیر زیاد دارد. از همین خاطر موضوعهای مهم از براتون میگیم تا اینکه در یادتون داشته باشید، موافق آن عمل کنید. اما باز سر یک مسئله برمیگردم برادرای عزیز، جوانای عزیز، کسایی که در مکتب‌ها تحصیل میکنید، به خواندن مشغول هستید. من این موضوع را گفته بودم اما بسیار مهم است، باز تاکید میکنم. برای شما درس خواندن، علم آموختن، تعلیم گرفتن از فضیلت ثوابی نماز جماعت بالاتره. بفهمید؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. فضیلت عالم نسبت فضیلت عابد. عابد کی رو میگه؟ شخصی که به عبادت مشغول است اما علم نداره. مثل فضیلت من است بر کمترین شما.
کمترین شما دا چقدر که من فضل دارم مرتبه از او بلند است، انمی عالم نسبت عابد همونقدر فضیلت ثواب داره. سبحان الله. از همین خاطر علم برای شما بسیار مهم است. علم از خود کنی، درس نه پرتای خدای نکرده. قسم به خدا ما را همین یک مصیبت فرا میگیره، غم میگیره که مثلا معلمای مکتب بعضیش عیب سبب نخواندن طلبه ها را در مسجد ها میزنن که گویا به سبب مسجد رفتن در درس شرکت نکردن همین بچه ها بی سواد شدیان. امروز حقیقتا عیب شرمندگی است. طلبه صنف 10 کرته خون کرته نمیدونه، طلبه صنف 10 کرته نمیدونه. تمام کننده و ختم کننده مکتب سبحان الله. استرالیا را میگه یا استرالیاش در کجا باشه؟ در گرمانیا باشه. ای خودم نمیگم آخه گپا شده است که گفته استم. ای بس به خدا. ای طالب علم ترک تحصیل مکن. یک روز عمر خیش تعطیل مکن، روز به بهوده نگذرون. یک نکته اگر به عالم بفروشند، آن نکته بخر به عالم قیل مکن. علم به نهایت فضیلت زیاد داره. حتی یک روایت ضعیفه است، از همین خاطر از پیغمبر نمیگیمش، بزرگ میگیم. بزرگ گفته است نوم العالم خیر من عبادت الجاهل. خواب عالم بهتر از عبادت جاهل است. زان که شیطان خشت طاعت برکند، گرد صد خشت است خود را ره کند. چرا؟ زیرا که شیطان آدم جاهل هر چند که عابد و عبادتکار باشه زود میتونه که فریب کنه. نوم عالم از عبادت به بود، آنچنان علمی که مستنبه بود. غرض علم نافع است، علم منفعتناک است. علم دریای است به حد و کنار، طالب علمند غواص بحار. گر هزاران سال باشد عمر او، هم نگردد 3 روز از جستجو. عالم کی میگن؟ کسی که نه با مکتب اکتفا نمیکنه، با مکتب عالی اکتفا نمیکنه، تمام عمر در طلب علم است. الحمدلله و المنه در مکتب که خوب خواندم، در مکتب عالی که خوب خواندم، با جیوگراف گپ میزنم، با بوتانیک از بوتانیک حرف میزنم، با زبان شناس از گراماتیک صحبت میکنم، با ادبیات شناسش درباره ادبیات، خواه مدخل ادبیات شناسی باشه خواه شاعری باشه بحث میکنم. برای که خواندم آخی با تاریخچه از تاریخ صحبت میکنم. ای گرفتم تونم که شما اهلی مسجد هستید سواد نداره خوک نمیدونه، نه در جاش میشینونمش. انمی من آرزو دارم که همه تا خیل باشه. من آرزو دارم که شخصایی که نماز میخونن از بی نمازا فرق داشته باشن، هم در اشتراک کردن در درس. چرا مرا درد میکنن؟ بعضی همین بلا و آفت‌ها امروز در جامعه اومده است، به سر همه اومده است. طلبه مکتب عالی در درس اشتراک نکنه، طلبه مکتب میانه در درس اشتراک نکنه. آخه در درس که اشتراک نکردی ایسر دلت علم میگیری. برای بسیار کوشش کنی درس بخونه، صاحب وظیفه و منصب شوید، صاحب علم و دانش شوید، ما به شما افتخار کنیم. یک چند جمعه پیش یک شخص بسیار معروف و مشهور، نامش نمیگیریم، پروفسور علم طب، این مسجد ما اومده است. ببینه نمازخوان است، ما فخر میکنیم الحمدلله پروفسورای علم طب، علمای بزرگ قومی مسجد ما هستند، به مسجد ما میان. ببینه فخر میکنیم، ذکر میکنیم. اگر چنده که در این مسجد 4-5 هزار شاید نمازخوان باشد، انمی شما را بخونه پروفسور شوید، بخونه دکترای علم شوید. وقت سوال تو کردن که چی سبب شد که تو اینقدر زحمت کشیدی و در علم به این درجه و پایه رسیدی، در جواب بگو که نماز تا برای دیگر به نمازها را یک تأکید شود، یک تحریک شود. اما بسیار خواهش میکنم خاصتا از طلبه‌های مکتب که به خاطر نماز جمعه یا به خاطر همین جماعت هایی که در وقت درس تو میشود درس ترک نکنی، درس بخونی. ما شما قسم به خدا از شما امیدای زیاد داریم. وقتی که شاگردای من از امریکا زنگ میزنن، در مکتبای دنیوی میخونن، زنگ میزنن، احوال پرسی میکنن، طلب دعا میکنن، قسم به خدا من قبط گوشت میگیرم. انا خیلی میخواهم که تمام نمازگزارای مسجدها
خاصتا همین جوان ها صاحب علم باشن، صاحب معرفت باشن، صاحب علم دانش باشن، بالارو باشن، پیشوا باشن، پیش قدم باشن. پروردگارا دعاهامون در این ساعت که ساعت اجابت دعاست مستجاب درگاه خویش گردان و خداوند جوانای ما را هدایت کن، صاحب علم دانششان ساز، صاحب معرفتشان گردان و پروردگار دولت سرزمین ما را از بلاها و از فتنه ها در پناه امنت محفوظ دار و خداوند مساعدت فرما که یکی از دولت های پیش قدم ترین دنیا گردیم و عاقبت کارمون به خیر انجام ده. پروردگار صاحب علم کن اما علم نافع باشد تا اینکه فایده و منفعت ما هم در جمعیت رسد، هم به مسلمانان و هم برای آخرت خیش یک توشه توسط اندوختن علم و دانش جمع آورده باشیم. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتك یا ارحم الراحمین. خوب یک برادر حاجی از این محله قزاقان است، بسیار التماس کرد که نام نگیر، اما صدقه خفیه باشه، ثوابش بیشتر است. همین سه شمالتیه که چسبوندیم کاندیشنر اگه امروز احتیاج به کارشونه بود استفاده شونه بردیم، برادر خیر کرده است، در حقش دعا میکنیم که خداوند خیرش قبول و مقبول گرداند، توشه آخرتش بسازد. پروردگار از جمیع بلا و آفات خودش و اهل بیتش نگهبان باشد. آمین. یک 70 متر سیم هم آورد بیچاره، خدا نگهبانش باشد. در حق استقواری برادر مو که راستی که یک خادمی مسجد است دعا میکنیم پروردگار از جمیع بلاها نگهبانش باشد و سعادت دارین نصیب روزش گرداند. سلام داملای عزیز، من دانشجو هستم. وقتی که ما به مسجد می آییم به طهارت و یا به غسل در مسجد طهارت نماییم، این چی فضیلت دارد؟ خدا حافظ. تو دانشجو که باشی به خاطر درست اگر اندک دیرتر اومدی هیچی باکی نداره. همین طهارت خانه های زیبا را به خاطر آن کردیم که شما بیاید در اینجا طهارت کنی، ان شاء الله اجر ثواب شما میگیری. خب دعا در حق مادر بیماری یک برادر مسلمان و جمعی بیماران خوب و رنجوران. پروردگارا این مادری بیمار و تمام برادرای بیمار که احتیاج به دعا دارند، احتیاج به شفای تو دارند، پروردگارا براشو شفای کامل عاجل عطا کن. خواه زن باشن، خواه مرد، خواه جوان باشن، خواه پیر، پروردگارا شفای کامل عاجل براشون عطا کن تا هر چیز زودتر به خانه هاشو به نزد پدر و مادر، به نزد خویش اقربای خود برگردن. آمین. در حق بابا و ماما و پدر و مادر و عالم ارواح و سبحان الله، در حق تمام مسلمانان دعا میکنیم که پروردگارا در این روز سعید که واقعا روزی بزرگ است، فضل ثوابش از تمام روزهای عید دیگر بالاتر است، پروردگارا ارواح گذشته های ما را، خاصتا ارواح گذشتگان اشخاصی را که در این مسجد نماز جماعت ادا میکنند رحمت مغفرت کن و در جوار رحمت خویش مستقر گردان، خاصتا روح حضرت داملا را که اساسگزار این مسجد جامع هستند. آمین. در حق جوانان تا اینکه صاحب همسر صالحه شوند، خیلی جوانان هم آرزو دارند، خداوند به این آرزوهای سعید برساند.